این قسمت مدرن موزه هوافضاست. ما که قبلا دیدیم مال خیلی قدیمش بود و اولین سفرها. این دیگه دوران جنگ سرد و رقابت فضایی که پاسن اولین فضانورد رو بفرستن به ماه. اینجا تکنولوژیاش هست. این اولین ماه نشین روسیه است. این هم در واقع ماشینی بوده که رفته رو ماه نشسته. ماکتشه و چند صد گرم از خاک ماه ها آورده. این قهوه‌ایه که می‌بینین این اصلیشه، از رو ماه اومده و خاک تو این بود. اونم یه ماه نشینه. حالا تو LCD که اونجا می‌بینین فیلماشو نشون میده. من وایسادم کامل دیدم. حالا برم نشون. اینا این بالا به ترتیب هر کدوم ماهواره هایی که ساختن و به ترتیب سال اینجا زده. همونطور که میره جلو جدیدتر میشه. بسته بیاین تا اینو نشونتون بدم. ماه نشینشونه. این همونه که میگم فیلمشه که خاک آورده. این خاک رو گذاشت تو این به قهوه‌ایه. حالا این جدا میشه و میاد به سمت کره زمین. بعدم این کپسول به صورت جداگونه با این چتری که داره میاد به زمین. فیلمش که رسید نشونتون میدم. اینم ماکتشه. ماکت همین. این سالن هم دیگه خیلی چیز داره. من سریع رد میشم دیگه.